بسم الله الرحمن الرحیم. سلام رفقای عزیزم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوایم در مورد روش اصولی تحلیل آزمون صحبت کنیم. ببینید، تحلیل آزمون از خود آزمون دادن مهمتره. اگر شما آزمون بدین و تحلیل نکنین، به منزله اینه که 3-4 ساعت روز جمعه رفتین وقتتون رو هدر دادین. آزمون بدون تحلیل به هیچ دردی نمیخوره و صرفاً وقت تلف کردن. اما تو این ویدیو میخوایم در مورد تحلیل آزمون با هم دیگه صحبت کنیم. اولین چیزی که در موردش صحبت میکنیم اینه که بهترین زمان برای تحلیل آزمون چه زمانیه. ببینید، طبق تجربه و طبق صحبت‌های رتبه برترها، بهترین تحلیل برای آزمون عصر جمعه، همون روز آزمون، یا دیگه حد اکثر روز شنبه، روز بعد آزمونه، صبح شنبه روز بعد آزمون. چرا باید نزدیک به آزمونتون تحلیل رو انجام بدین؟ چون در مورد سوالاتی که میخواین تحلیل کنین بدونین و یادتون باشه که سر جلسه چه اتفاقی افتاده، چرا این سوال رو مثلا این گزینه زدم، با چه استدلالی گزینه 2 زدم در صورتی که جواب درست گزینه 4. بنابراین ما میگیم تحلیل آزمون بهترین تایمش عصر جمعه، یعنی عصر روز آزمون، و یا صبح شنبه روز بعد آزمون. حتما این تحلیل انجام بگیر. اما تحلیل آزمون به چه صورت اتفاق بیفته؟ اولین قدم تحلیل آزمون اینه که شما میری سراغ حل سوالات غلط و نزده. وقتی که پاسخ برگ اومد و سوالات غلط و نزده شما مشخص شد، دوباره باید بشینی و سوالات غلط و نزده آزمون خودت رو حلش کنی، بری سراغ حلش. در مواجهه با حل سوالات غلط و نزده آزمون 2 تا حالت به وجود میاد. آقا، توی منزل یا میتونیم پاسخ بدیم، پاسخ درست بدیم، و یا نمیتونیم پاسخ درست بدیم. از این 2 حالت خارج نیست. سوالات غلط و نزده رو یا میتونیم پاسخ درست بدیم یا نمیتونیم پاسخ درست بدیم. تو این 2 تا حالت هر کدوم علتهایی زیر نظر خودش داره. برای مثال، در منزل نتوانستم پاسخ درست بدم. اگر ما سوالی رو توی منزل هم نتونیم پاسخ درست بدیم، 4 تا علت اصلی داره که هر کدوم از این علتهای اصلی یه سری علتهای ریستر دارن که باز هم اونها رو مفصل توضیح میدیم. علت اصلی اول عدم مطالعه است. علت اصلی دوم مطالعه سطحی. علت اصلی سوم ضعف علمی و علت اصلی چهارم فراموشیه. وقتی که نتونیم پاسخ صحیح بدیم، باز هم تو خونه. اما زیر علتهای عدم مطالعه، ببین، یا برنامه‌ریزی درست حسابی نداشتی، یا ساعت مطالعات پایین بوده و سرعت مطالعات پایین بوده، یا هم که کلا با سرفصل آزمون هماهنگ نبودی. بنابراین اینها زیرفصل‌های عدم مطالعه است. زیرفصل‌های مطالعه سطحی مثل عدم تمرکز، مطالعه ناقص انجام دادن، بی‌دقت مطالعه کردن، پایین بودن سرعت مطالعه و عدم رعایت روش صحیح مطالعه. ضعف علمی شامل منابع آموزشی نامناسب، پایین بودن ساعت مطالعه، کم بودن تعداد تست یا عدم تکرار مطالب رو شامل میشه. و فراموشی هم به خاطر این صورت میگیره که ما مرور نداشته باشیم، دسته‌بندی مطالب نداشته باشیم و روش صحیح مطالعه رو رعایت نکنیم. اما حالت بعدی، اگر بتونیم پاسخ درست بدیم به سوالات غلط و نزده آزمونمون توی خونه، 4 تا دلیل میتونه داشته باشه که ما چرا توی آزمون غلط و نزده داشتیم اما تو خونه تونستیم پاسخ درست بدیم. علت اولش کمبود وقته، علت دوم عدم تسلط، علت سوم بی‌دقتی و علت چهارم شرایط آزمونه که هر کدوم از اینها یه سری زیر مجموعه هایی دارن. مثلا کمبود وقت به چه علت؟ به دلیل اینکه روی تمام سوالها مکس میکردین، در تله سوالات میافتادین، روی برخی از سوالات مکس میکردین، یا اینکه در محاسبات ضعیفین و سرعتتون اومده پایین. عدم تسلط یعنی توی نکات تسلط نداشتین، عدم تسلط در تست های ترکیبی یا پایین بودن سرعت تستنی. بی‌دقتی چرا بی‌دقتی؟ یکی خواندن صورت سوال، تو صورت سوال بی‌دقتی میکنین، یا تو محاسبات بی‌دقتی داشتین، یا تو وارد کردن گزینه ها بی‌دقتی داشتین، یا هم یکی از عامل های بی‌دقتی میتونه خواب و استراحت کم یا نامطلوب باشه، و یا هم که اضطراب هستش.
شرایط آزمون، سه جلسه آزمون تمرکز ندارین، از شرایط آزمون تأثیر پذیرین، اضطراب بالا و کمالگرایی و کمال طلبی دارین، تغذیه نامناسبی قبل آزمون داشتین و جدیتی حین آزمون نداشتین. اینها زیر مجموعه های علت های غلط و نزدن. خب حالا من اینا رو چرا گفتم؟ ببین قدم دوم تحلیل آزمون پر کردن جدول تحلیل آزمونه. ببین ما به دانش آموزا یه همچین جدولی میدیم یا جدول رو پرینت میگیرن یا هم یه دفتر تحت عنوان دفتر تحلیل آزمون برمیدارن و همچین جدولی میکشن که 5 تا ستون داره: نام درس، شماره سوال، مبحث سوال، علت غلط یا نزده و سوال علامت دار که اینا رو توضیح میدم. نام درس که خیلی مشخصه، اسم درس رو مینوشه. شماره سوال مثلا سوال 34 آزمونه، مینوشه 34. مبحث سوال از چه مبحثیه، علت غلط یا نزدنش چیه، علت اصلی رو اینجا مینویسه، مثلا کمبود وقت، بی‌دقتیه یا فراموشیه. و سوال علامت دار، سوالی که حس میکنه نکته قابل توجهی داره، حس میکنه سوال به درد بخوریه، حس میکنه خیلی سوال جالبیه و احتمال داره تکرار بشه و دوست داره دوباره بخوندش، این سوال رو علامت دار میکنه. این جدول رو برای تمام دروس و تمام سوالات غلط و نزده خودش کامل. اما قدم سوم تحلیل آزمون چیه؟ خب ما سوالات غلط نزدهمون مشخص شد، سوالات غلط نزده رو حل کردیم، بر اساس اینکه تو خونه حل کردیم دوباره علت غلط یا نزده بودنش رو پیدا کردیم و توی جدول نوشتیم. حالا قدم سوم تحلیل آزمون اینه که بریم سراغ تصمیمات راهبردی لازم برای هر مبحث. تصمیمات راهبردی چطوریه؟ ببین ما برای هر کدوم از اون علت‌هایی که گفتیم، علت‌های اصلی و زیر علت‌هایی که داشتن، ما راهکار میدیم. مثلا راهکار برای عدم مطالعه یکی برنامه‌ریزی دقیق انجام دادنه، ساعت مطالعه‌مون رو افزایش بدیم، تندخوانی و تنظیم ساعت اتفاق بیفته، با سرفصل آزمون هماهنگ پیش بریم. اینا راهکارهاییه که برای علت عدم مطالعه میتونیم بدیم به خودمون و جزو تصمیمات راهبردیه. راهکارهای مطالعه سطحی میتونیم تکنیک‌های افزایش تمرکز کار کنیم، مطالعه مجدد داشته باشیم یا تمرین‌های تندخوانی داشته باشیم یا هم روش سعی مطالعه رو رعایت کنیم. راهکارهای ضعف علمی، یا میتونیم از معلم خصوصی یا دیدن ویدیو تدریس استفاده کنیم، تهیه یا تغییر کتاب کمک آموزشی و افزایش ساعت مطالعه و افزایش تعداد تست این علت رو کاهش میده. راهکارهایی که برای فراموشی میتونیم داشته باشیم، یکی مرور روزانه است، خلاصه نویسی به روش درست و رعایت روش صحیح مطالعه. راهبردهایی که برای کمبود وقت میتونیم بگیم افزایش تعداد روز، افزایش ساعت مطالعه، افزایش تعداد تست، تمرین هنر آزمون دادن، تستنی به شیوه زماندار و تمرین محاسبات. اینها باعث میشه که سرعتتون زیاد بشه و کمبود وقت نداشته باشید. راهکارهای عدم تسلط مثل مطالعه دقیق جزوه، تستنی آموزشی که خیلی کمک میکنه، خلاصه نویسی درست و تستنی به صورت ترکیبی و همچنین افزایش تعداد تست. راهکارهای بی‌دقتی. بی‌دقتی 2 تا راهکار داره. یکی باید تمرین‌های افزایش دقت انجام بدین و دومین راهکارش هم اینه که برای رفع اضطراب باید به روانشناس مراجعه کنید دیگه. اینجا راهکارهای شرایط آزمون، تکنیک افزایش تمرکز میتونیم استفاده کنیم، شرایط آزمون رو برای خودمون تکرار کنیم توی خونه. صبحانه روز آزمون خیلی مهمه، خیلی جدیش بگیرین و اینکه اهداف خودتون رو مرور کنین، دلیل اینکه دارین آزمون میدین رو و اهدافی که پشت آزمون دادنتون هست رو با خودتون مرور کنین که اون جدیت لازم رو توی روز آزمون داشته باشین. خب تا اینجای کار تموم شد، تصمیم راهبردی هم گرفتیم و قدم 4 که آخرین قدم تحلیل آزمون ما هستش، ما میایم یک تحلیل کلی طبق اون چیزایی که تا الان داشتیم انجام میدیم از آزمون و یه جدولی رو پر میکنیم که 3 تا ستون داره: علتهای افت خودمون، علتهای رشد و تصمیم راهبردی که قراره برای آزمون بعدی جزو اهدافمون قرار بدیم رو اینجا می‌نویسیم. مثلا من تست کم زدم، خب تصمیم راهبردی اینه که افزایش تعداد تست داشته باشم. مطالعه بی‌دقت داشتم، بیشتر غلط‌ها و نزدم به خاطر مطالعه بی‌دقت بود، پس افزایش ساعت مطالعه داشتم. به برنامه نرسیدم، خب سرعت مطالعه‌ام رو زیاد می‌کنم.
این رو می نویسیم. خیلی خوشحالم که تا اینجا را با ما همراه ما بودین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و مفید فایده باشه. سعی کردم به صورت کاملا خلاصه تحلیل آزمون اصولی رو بهتون آموزش بدم. میتونین در پیام‌رسانی ایتا و تلگرام با شماره زیر با ما در ارتباط باشین و همچنین در کانال های ما در پیام‌رسان های ایتا، تلگرام و حتی اینستاگرام با آیدی @جعفری مشاوره با ما در ارتباط باشین. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. ادامه ویدیوهای ما در همین کانال آپارات رو هم دنبال کنید.